وقتتون بخیر. اینجا هیلال آلمان، نمایندگی رسمی واحد تعمیرات پورشه در ایران. امروز می‌خوایم بررسی تخصصی BMW i8 رو توی این مجموعه براتون رکورد کنیم. خب اول از همه بگم ماشین برای انجام چه خدماتی اومده مجموعه هیلال آلمان. ماشین متأسفانه از سمت راست عقب، یعنی سمت شاگرد، دچار آسیب بوده، تصادف داشته، لاستیک عقب ضربه خورده و یه قسمت از بدنه هم ضربه خورده که بچه‌های دیتیل یه مقداری از کارش انجام دادن، ولی خب قسمت مکانیکیش هنوز مونده. عقب بندی ماشین دچار آسیب شده، میل موجگیر طبقاش هم یه مقدار کج شده که اونا رو بعد بچه‌های مکانیکی مجموعه مشکلش رو برطرف کنن. ماشین محدود شده سرعتش وقتی که آسیب دیده، سنسوراش حالا ارور داده و بیشتر از 30 کیلومتر راه نمیره ماشین. از مشخصات فنی ماشین بخوام بهتون بگم، یه موتور 3 سیلندر با کد موتور 2038 قسمت عقب ماشین هستش که 1.5 لیتر توربو شارژه و یه موتور برقی هم قسمت جلوی ماشین داره که مجموعاً 370 دسته بخار قدرت تولید میکنه و البته شتابش هم به گفته خود کمپانی 0 تا 100 زیر 4.4 ثانیه است. بعد اینکه مصرف سوختش هم باز گفته تو هر 100 کیلومتر تو حالت برقی و بنزینی ترکیبی 102 لیتره، ولی خب تو تستایی که تو جای دیگه انجام دادن 106 107 بوده. تو طراحی ظاهرش هم یه نکته خیلی جالب داره، من بهتون بگم، شاید کمتر جایی بهش توجه شده باشه یا به اشاره شده باشش. اینکه ماشین فقط قسمت کاپوت و دراش فلزیه و یعنی گلگیر، سپر و گلگیر عقب و حتی ستوناش هم پلاستیکه. حالا نکته جالبش کجاست؟ اینکه کل ماشین طراحی داخلش فیبر کربن هستش و شما خیالتون راحته که هیچ اتفاقی نمیفته از نظر ایمنی. خب از آپشن اختصاصی که روی ماشین نصب شده میخوام بهتون بگم. اول از همه که 4 حالت رانندگی داره و حالت رانندگی ای درایو اختصاصی، هد آپ دیسپلی، سنسور تصادف جلو، سنسور تصادف عقب، سنسور تشخیص آبر که این قسمت هستش و سنسور تشخیص ماشینایی که جلوش هستن یا عقبش هستن، رادار نقطه کور، رادار بین خطوط و بقیه آپشنایی که رو تمام ماشین‌های آلمانی نصب هستن، ولی خب این آپشن‌ها نسبتاً اختصاصی روی ماشین نصب میشه. خب از طراحی داخلیش هم بخوام بهتون بگم، ماشین طراحیش داشبوردش از چرم هستش و دوختاش هم رنگ آبی که همون منظورش حالت اکونومی بودنه. البته اینم بگم که سال 2010 وقتی ماشین طراحی شد و روانه بازار شد، معرفی شد، یه طراحی خیلی انقلابی بود که تو زمان خودش تقریبا شاید بگم 20 سال 30 سال 10 سال جلوتر بود. یه نکته جالبی که داخل ماشین هست سیستم صوتیش هستش که ماشین 16 تا اسپیکر داخلی داره، 2 تاش برای طراحی یعنی تولید صدای فیک گاز دادن و حالت اسپورت بودن، یعنی شما ماشین زمانی که میذاری حالت اسپورت پلاس، ماشین از خودش صدای مصنوعی تولید میکنه و تقریبا میشه گفت اولین ماشینی که صدای مصنوعی داشت. ولی خب امروزه تو ماشینای دوج و فورد اینا تقریبا ماشینای برقیشون این صدای مصنوعی داره تولید میشه. خب تو قسمت مانیتور ماشین هم یه سری اطلاعات وجود داره که امیدوارم بهتون بگم. این قسمتش که مدیا هستش، همون رادیو، موزیک و چیزای دیگه. این قسمت هم که تاریخ و اطلاعات مخاطبتون و BMW اسینسنس و شماره تماس و یه سری چیزای دیگه هستش. قسمت نویگیشن هم که متاسفانه تو ایران عمل نمیکنه و به دلیل تحریمایی که وجود داره کار نمیکنه. تو این قسمتش هم که کانسنت درایو هستش و شماره موبایل و چیزای اطلاعات خودتون میتونی وارد بکنید که این قسمت هم که وقتی میزنی کاستمر ساپورت داره، شماره تماس‌های مجموعه هستش جایی که سرویس انجام میدن داخلش. اینم که وضعیت ماشین هستش که میزنیم. اینم تنظیمات وضعیت هستش، قسمت اتو درایو ای داره، چراغاش داره، تنظیمات در، تنظیمات سرعت، اختار سرعتش. اینم که سنسور پارکشه. تقریبا مدل رانندگیشه تقریبا اینجا. این قسمت هم که آی درایو ستینگ هستش، تنظیمات ماشین ها چیز میشه، زبان و شماره تلفن و تماس و دیسپلی و زمان و تاریخ و این چیزا. تو قسمت بعدیش هم پلن شارژ هستش، درایور پروفایل هستش که شما کدوم راننده هستین. خب از تمام چیزایی که گفتم تو این قسمت شما حالا کارم نکردین، ولی خب مهمترین قسمتش ویکل
استاتوس هستش که اطلاعات ماشین، یعنی وضعیت عملکرد ماشین، خطا اگر خطایی داشته باشه، اگر آلامی داشته باشه، اینجا بهتون هشدار میده. بریم داخلش. خب همین الان که اروری که هست میگه که ماشین چرخاش نیاز به چیز داره، بررسی داره. ولی شما میاد این قسمت هم میتونید تنظیمات اویل چک کنترل هستش، اینم ارورایی که داره زده نو فالت. ماشین خوشبختانه تنها بی ام وی که ارور نداره. اینم که قسمت سرویس های ماشین هستش. خب حالا من تو این داخل ماشین چند تا چیز جالب دیگه هم بگم. ماشین تو حالت برقی که روشن میشه یه صدای جالبی داره. الان ماشین روشنه و حالت برقیه، ولی خب متأسفانه باتری شارژش کمه. ما میخوایم به حرکت در این وقتی یه ذره پدال گاز فشار میدیم میره حالت بنزینی و موتور ماشین روشن میشه. نکته بعدش هم اینه که ماشین درش با یه دکمه باز میشه. این دکمه رو که فشار میدین در راحت باز میشه. خب تو این ویدیو بیشتر سعی کردم که نکات جالب این ماشین رو بهتون بگم. بقیه مشخصاتش روی وبسایتمون هستش، میتونید کامل ببینید، مطالعه کنید و متوجه بشید. نکته جالبی که داره، ماشین تو حالت برقی، تمام برقی، حالا زمانی که بنزین تمام شده باشه یا خودتون انتخاب کنید که رو برقی باشه، میتونه بین 24 تا 38 کیلومتر مسافت رو طی بکنه. حالا بستگی به سلامت باتری، نوع جاده و نوع رانندگی شما داره. به گفته خود کمپانی ماشین تقریبا هر 5 سال بعد باتریش تعویض بشه که تو ایران متاسفانه هزینه خیلی زیادی داره، بین 600 تا 1 میلیارد یا حالا بعضا بیشتر یا کمتر، بستگی به نوع باتری که شما تهیه می‌کنید براتون هزینه داره. در مورد نگهداری از باتریش که حالا شما بتونید از 5 سال رو رد کنید و بیشتر عمر بکنه، چیز جالبی که وجود داره، حالا تو فصل سرما که نه، ولی خب تو تابستون باید الزاما همیشه سیستم تهویه ماشینتون روشن باشه، چون بخش از تهویه ماشین میره تو قسمت باتری ماشین و سلولای باتری رو خنک میکنه تا خدای نکره عمر باتری کم نشه. آقا بچهای پشت صحنه هم گفتن راجع به موتور بنزینیش هم نکته جالبش رو بگم. خب بخوام بهتون بگم که جلو پنجرهش هممون فکر می‌کنیم که یه قسمت یک پارچه داره، ولی خب یه خط جالبی که داره این که این قسمت ورودی هواه هم دو طرفش و اینجا یه دونه رادیات آب داره و یه دونه فن داره پشتش که فن همیشه روشنه و هوای گرم از این قسمت میره بیرون. راجع به اون صدای مصنوعی که گفتم تولید میشه، دو تا اسپیکرها بخشی از صدا رو از این قسمت و از این قسمت خارج میکنه. البته گرم موتورم از این قسمت باز خارج میشه که تقریبا دو تا کار انجام میده، ولی خب حالت شیپوری داره صدای اسپیکری که واسه گاز دادن از این قسمت خارج میشه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برای بهبود کیفیت ویدیومون حتما نظرات و کامنتاتون برامون مهمه و همچنین برای ویدیو بیشتر صفحات مجازی ما رو دنبال بکنید.